سلام، من امین هستم و به ویدیو جدید دیگه خوش اومدید. بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو متفاوت و جدید. یه مپ آوردیم واسهتون که همه گان لولی ها رو ستار و اینا میده. حالا من زیاد اینجا توضیح نمیدم، یه گیم پلی از مپ میذارم که ببینید، بعدش میریم سراغ آموزش. یه قسمت از کوچولو ویدیو رو واسهتون ادیت زدم و گذاشتم. حالا بریم سراغ آموزش که چطوری این مپ رو بیاریم. اول وارد این قسمت میشیم، بعد وارد قسمت کاستوم میشیم. وقتی که وارد قسمت کاستوم شدیم، شما روی این قسمت کلیک میکنید و روی اینجا، بعد اینجا یه اینتر مپ کد داره که باید یه کد است. این کد شما این کد رو باید وارد کنید. قبلش هم حتما یه هشتگ بذارید. این وقتی گذاشتی روی اوکی میزنیم و روی این جستجو میزنیم که مپ رو پیدا کنه. به همین آسونی مپ پیدا میشه. شما اینجا میتونید خودتون کاستوم رو بسازید یا میتونید همینطور استارت کنید رندوم حریف بندازه واسهتون و پلی بدید. خب امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. زنگوله بغلش هم حتما فعال کنید. تا ویدیو بعد، فعلا.